تکنیک رنگی هست که عکس رو فوق‌العاده میکنه. اولیش هارمونی رنگی در صحنه است. رنگ لباس، بک‌گراند و نور رو طوری انتخاب کن که یا مکمل هم باشن، مثل نارنجی و آبی، زرد و بنفش، سبز و قرمز، و یا از یه خانواده رنگی باشن. این هماهنگی چشم رو نوازش میده و عکس رو زیبا و حرفه‌ای میکنه. دومیش استفاده از رنگ به عنوان عنصر احساسی. هر رنگی احساس خاصی داره. آبی یعنی آرامش، قرمز یعنی انرژی و هیجان، سبز طراوت و زندگی. وقتی هدفت رو با رنگ درست بیان کنی، عکس‌هات حرف میزنن. سومیش کنترل تون رنگ در ادیته که همون کالر گریدینگ بهش میگه. بعد از عکاسی، ادیت رنگ مثل جادوی نهاییته. با تغییر تون‌ها و سایه‌ها میتونی حال و هوای عکس رو تغییر بدی، از تم گرم و سینماتیک تا سرد و مینیمال.